منبع نشریه روسی امکا خبر داد که بنا به خلاصه تفتیشات زوجه آوازخوان مرحوم الکساندر گراتسکی مارینا کاتاشنکا و هیچ کدام دیگر از کشاورزان این آوازخوان در غارت 100 میلیون روبل میراث او دست ندارند. با عقیده تفتیشات در این کار 4 زوده تاجیکستان دست داشتند که یکی از آنها امیدجان جباروف دستگیر شده است. 3 دیگر به بلاروس و تاجیکستان فرار کردند، ولی نام همه غارتگران الکی معلوم کرده شده است و آنها را به زودی تحت جستجوی بین المللی قرار خواهند داد. روز 26 ینور دادگاه شهر نرفامینسکی ولایت مسکو یگانه متهم در چارچوب این پرونده پرسر و صدا دستگیر شده امیدجان جباروف ساکن 27 ساله دهه غزنترک نویه دوشتیج تاجیکستان را تا 16 مارس به حبس گرفت. وکیل جباروف گفت او از کرده پشیمان بوده برای همکاری با تفتیشات آماده است. او گفت میخواست کمی پول کار کند. منبع امکا نقل کرده است که حملگران بعد غارت 100 میلیون روبل پول را بین خود تقسیم کردند و از جمله به امید حدود 10 میلیون روبل دادند. او به 2 میلیون روبل از این پول زود مدل آخرین ماشین تویوتا کیمری خریده کوشش فرار به تاجیکستان کرده است. امید به این مقصد حتی تو ولایت سمارا رفته است، ولی از مرز روسیه با قزاقستان گذشتن نتوانسته به مسکو برگشته است تا کسی را پیدا کند که او را از مرز گذراندن تواند. ولی شام 24 ینور امیدجان جباروف توسط برنامه شناسایی قیافه ها در ایستگاه مترو مندلیفسکیا مشاهده و همانجا دستگیر کردند. الکساندر گراتسکی آوازخوان و آهنگساز شناخته روس روز 28 نوامبر در سن 72 از عالم چشم پوشید. روز 16 ینور در راه در حدود نویه نرفامینسک ولایت مسکو 3 مرد مسلح برقصدانه صدمه تشکیل کرده به ماشین زوجه گراتسکی مارینا کاتاشنکا نشستند و مجبورش کردند که به خانه‌اش برگشته 100 میلیون روبل پول نقدی را که در خانه داشت برآورده به آنها دهد. غارتگران سپس کاتاشنکا را مجبور کردند که آنها را با ماشینش تا اپریلوفکا برد. در اینجا یغماگران از ماشین او فرآمده به یک ماشین دیگر نشستند، ولی قبل از فرار 5 میلیون روبل کاتاشنکا را به او برگردانده مصلحت دادند که با این پول چه خیلی که دلش میخواهد زندگی کند. تفتیشات بر این است که با این حمله و غارت میراث گراتسکی هیچ کدام از وارثانش دست ندارند. قبلا فرضیه های هم وجود داشت که این کار را شاید پسر آهنگساز یا کسی از طرف زوجه او تشکیل کرده باشد. منبع امکا گفته است غارتگران این حمله را خود نقشه کشیدند و گمان می‌رود که معلومات را درباره وجود پول زیاد در خانه گراتسکی به آنها یک مهاجر تاجیک که پیش در خانه بیرون شهری آوازخوان در کنار نرفامینسک کار میکرد داده باشد. در هر صورت بنا به نقل منبع امکا بعد وفات گراتسکی حملگران چند روز در اطراف خانه او کمین گرفته همسرش را پویدند که کی از خانه میبراید. روز 16 ینور آنها از قفای ماشین لکسوس کاتاشنکا سر کرده او را از پس میزنند و سپس به ماشینش نشسته مجبور میکنند که به خانه رفته همه پول داشتهاش را برآورده بدهد. گفته میشود امیدجان جباروف راننده ماشین بود که اول به لکسوس کاتاشنکا برخورد کرده و سپس از اپریلیوفکا شریکانش را گرفته برد.